ممنون دخترم، دستت در نکنه. قند؟ نه نمیخوام. کمال بالاخره کار پیدا کرد. قراره رو تاکسی دوستش کار کنه، پولشو تقسیم میکنن. چرا مثل آدم نمیره سر کاری که Big Bear. Feel the power. آب انار شفاست. هر آب اناری که شفا نمیشه. اسپرتو با طعمای جدیده، سوپاش هست یه پدیده. من میتونم کولر شما رو تعمیر کنم. از توانایی هاتون درآمد کسب کنید با اپلیکیشن کندو. دیگه تو سفرهای خارجیتون نیاز به مترجم ندارید. توریست اپ معجزه دانش. قلن بیمه داشته باشه. اگه خدایی نکرده یه وقت مریضی پیش بیاد، اون وقت از پس هزینه‌اش بر نمیاد. زبونتو گاز بگیر. رابطت با شوهرت چطوره؟ با تو و بچه‌هات خوب رفتار میکنه؟ آره خدا رو شکر. مسعوده، به نظرم اشتباه کردی، با پسر جوون ازدواج کردی. کمال خیلی هم جوون نیست آبجی فاطیما، ماشاءالله دیگه 30 سالشه. دخترم مگه تو ازش بزرگتر نیستی؟ فقط 5 سال. کمه؟ زنو خیلی زود شکسته میشن، بعدش هم تو دختر جوون تو خونه داری. خدا به خیر کنه. به خاطر کمال نمیگم، ولی ببین چیا میشنویم. تازه تو هم حامله‌ای. مردا اینجور وقتا بیشتر از همیشه میرن سراغ این کارا. نه آبجی فاطیما، این چه حرفیه؟ امکان نداره. چرا نداره؟ ایلول دختر کمال نیست هست؟ چشمش خطا میره، ذهنش درگیر میشه. آخ دخترم، من این همه بهت گفتم این کارو نکن، ولی تو به حرف من گوش ندادی. خواستگار تو چون پیر بود قبول نکرد. وقتی با پدر ایلولم ازدواج کردم موافق نبودی. من برای اولین بار عاشق شدم. بعد آدم عاشق شوهرش باشه؟ دخترم من بهت یه چیزی بگم، تو بازم به ایلول تذکر بده تو خونه خیلی راحت نگرده، مواظب لباس پوشیدنشم باشه. ببخشید ولی شما بعضی وقتا متوجه نیستی که چی میگی. مگه میشه من به دختر خودم شک کنم؟ امکان نداره. دخترم نمیگم شک کن، فقط میگم بیشتر حواست باشه، هم به خاطر اون هم به خاطر بچه‌ای که تو را داری. دخترم به زودی بچه دار میشه، باید فکر این چیزا رو بکنی. اگه یه وقت چیزی بشه و از چیزی که میترسیدی سرت بیاد، اون وقت باید جدا بشی. بعد تکلیف این بچه چی میشه؟ با کدوم پول میخوای خرج این 3 تا بچه رو بدی؟ خدایی نکرده آواره میشی. ببین از من گفتم بود. خواهش میکنم این بحثو تموم کنیم، سرم درد گرفت. من میرم برات چای بیارم. کم رنگ باشه دخترم، تپش قلب میگیرم. Günaha da şeytanlar sebep olduğuna göre biz nasıl günah işliyoruz hocam? Nasıl? Hocam Ramazan'da madem şeytanlar bağlı biz nasıl günah işliyoruz? Şimdi şöyle bir soru. Ramazan'da şeytanlar bağlı olduğu için onlar günah işleyemezler. Günahı insanlar işler. Şeytanların elleri kolları bağlı. Evet hocam. من میرم بخوابم. باشه منم ظرفا رو جمع میکنم میام. این چه حرفی عزیزم؟ من خودم اینا رو میبرم میشورم برات. این همه آدم تو خونه هست، تو که نباید این کارا رو بکنی. ببین دختر تفلک داره درس میخونه. در ضمن تو هم نباید زیاد خسته شی. من اینا رو میبرم بعدشم میخوابم. مامان چی شده مامان جون؟ مامان میخوام یه چیزی بهت بگم. چی شده دخترم؟ مامان عمو کمال عمو کمال منو حرف نزن.
هیچی نگو. فهمیدم. نمیخوام این حرفو از دهنت بیرون بیاد. مامان، من اول نمیفهمیدم، میگفتم اینطوری نیست، ولی هست. تو رو خدا یه راهی پیدا کن، از این خونه بیرونش کن. باشه، تو برو بخواب، من یه راهی پیدا میکنم. ممنون مامان. خواهر جون، بازم قرار خودمون با هم باشی. منظورت چیه؟ نفهمیدم. همه چی دوباره خوب میشه. بغل من میخوابی؟ خیلی خوب باشه. بیا ببینم. Sesim çıkmaz anla halimden, yaram çok derin kanar her yerinden. Merhem yoktur cümle alemde, soran olsa kar gözlerimden. Nereye gideyim, nasıl edeyim? آبجی، منتظر چی هستی؟ الان میریم عزیزم. بیا بریم. موهام چی؟ ایلول، دخترم امروز نمیری مدرسه. چرا؟ دخترم کاری که گفتمو بکن. شناسنامه‌تم بردار. کجا میری؟ تو هم امروز با ملکینا برو مدرسه. باشه؟ باش. بیا بریم. من میارم، توش چی هست؟ ولش کن، سنگین نیست. مامان داری میریم اداره پلیس؟ مامان من